به آموزش طراحی فیگور خوش اومدید. توی این ویدیو ساختار فیگور رو بهتون آموزش میدم و یاد میگیرید که چطور از یک لوبیا کمک بگیرید برای شناخت فرم فیگور. What؟ چطور مکعب بالاتنه و پایین تنه رو در فرم فیگور تشخیص بدید. قدم به قدم با هم پیش میرید تا با طراحی از فرم‌های بدن از طراحی لذت بیشتری ببرید. طراحی کردن لذت بخشه، ولی باید یادگیری طراحی هم لذت بخش باشه. ابزاری که امروز احتیاج داریم تعدادی کاغذ یا اسکچ بوک، مداد طراحی و مداد رنگی. دیدن یه فیگور مثل یه لوبیا، بله درست شنیدید. وقتی به مدل فیگورتون نگاه میکنید اونو مثل یه لوبیا تصور کنید. توی ویدیو قبل راجع به اینکه مدل رو مثل یه مکعب ببینیم بیشتر براتون توضیح دادم. اینکه با مکعب دیدن یه فیگور میتونیم جهت‌های بالاتنه و پایین تنه رو از هم تفکیک کنیم و اگر ویدیو قبل رو ندیدید بهتون توصیه میکنم که برید اول اونو ببینید. هر چقدر مدل هاتون رو بتونید به شکل های ساده تری تبدیل کنید، بعد میتونید مدل های پیچیده رو به راحتی با یه استراکچر درست بکشید. همینطور که توی این تصویر دارید میبینید این مدل رو به 2 روش تکنیک لوبیا و مکعب دیدن براتون طراحی کردم. همینطور که میبینید دارم چند تا فیگور رو با تکنیک مکعب آنالیز میکنم و در آخر ویدیو چند فیگور رو بررسی لوبیایی میکنیم. پیدا کردن جای درست مکعب ها در بدن از جهت رو به رو چالش بیشتری داره، ولی از جهت پشت آسون تره. سعی کنید برای شروع از مدل‌های ساده‌تری استفاده کنید. مثلا این یکی جزء مدل‌های پیچیده است، ولی دوست داشتم یه دونه براتون کار کنم. اگه براتون سواله که مدل از کجا بیاریم، توی کپشن همین پست توضیحات کاملش رو براتون گذاشتم. در ضمن نترسید، با تمرین و تلاش حتما شما هم میتونید مدل‌های پیچیده‌تر رو بکشید. خب کم کم بریم سراغ تکنیک لوبیا. من خودم این بخش رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه دست میتونه آزادانه بچرخه. فرم‌های دوار داره و سر و کارمون با بیضی هاست. شما اجازه دارید که روی فرم ها اغراق بیشتری هم بذارید. با اغراق بیشتری میتونید طراحی کنید تا بتونید این تمرین رو به درستی انجام بدید. اگه جای فاصله های اجزای بدن یه مقداری تغییر کرد اشکالی نداره. خودتون رو قضاوت نکنید. مهم اون زاویه دید و اون قوس‌های بدنه که بتونید تمرینشون کنید. شاید براتون سوال شده باشه چرا از مداد رنگی داریم کمک میگیریم. به این دلیل که رنگ خط‌هایی که برای فرم ها میکشیم با رنگ اون لوبیایی که اول کشیدیم تفاوت کنه و همین که جذابیت بصری داشته باشه. دیدن تمام فرم ها و بیضی ها به صورت درست
میتونه خیلی به طراحیتون کمک کنه. باز هم اگر سوالی داشتید توی کامنت ها حتما ازم بپرسید، بهتون جواب میدم. حالا خطوط طراحی قبلیمو پاک میکنم تا نتیجه کار رو بهتر ببینید. اگه این ویدیو برات مفید بود حتما کانالمو دنبال کن تا ویدیوهای آموزشی بعدی رو از دست ندی.